درود و سپاس دوستان عزیز. امروز یعنی دیشب ما مسافر سوار کردیم از ساری به مشهد. مسافر خیلی باحال دوست داشتنی با صفا اومدیم اینجا پاسگاه دشت قدیم واسه صبحانه. نگو که ما 13 به در اومدیم. این مسافرهایی که اینجا دارن صبحانه میخورن اینا مسافرهای ما هستن. بنده خدا که دارن صبحانه میخورن مسافرهای ما هستن. خیلی آدمای با محبت. ما هم صبحانه خوردیم جاتون خالی. خیلی خوش گذشت. خیلی ها اصلا دیگه جای گفتن نیست. نمیدونم چجوری بگم اصلا. ولی خداییش جای باصفاییه. این هم کوههای دور و بر پاسگاه دشت. این هم جنگل هلال احمرشه. خیلی جای باصفایه. شروع باصفا واقعا خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. اینم از ماشین ما آقا مشتبه شاگرد ما علی گربه که ساری خوابیدن دیگه هنوز اینا بیدار نشدن. من دیروز از بوجنون نشستم تا ساری. بعد الانم از ساری اومدم دشتم. باید برم تا حالا سمنبیری بوجنوری مشتبه صدا کنم. این دفترچه من دیگه جواب نمیده. خیلی خوش گذشت. خیلی با صفا، خیلی با محبت. سفرهای ما خیلی. این هم از خودم هستم. واقعا مسافرهای با محبت کردم. یه خانم میگه که من 3 بار مسافر بودم، 2 بار کربلا، 1 بار مشهد. هم سفر بودم. خیلی. بعد اینا جوون مردا نگاه کن. آقا اول خوردم بعد رفتن خالی کردن. آره میگم اول خوردیم بعد خالی کردن اومدی. خوش به حالتون. اینا مسافر مردای ما هستن. خیلی بچهای باحالی هستن. مثلا من انقدر تعریف میگم حاجی میگه چیکار کردی؟ گفتم هیچ بد اخلاقی کردم اینا خوششون اومد. خلاصه اینجوری بهتون میگم خیلی خوش گذشت. خیلی با صفاست. خیلی واقعا اینا همه مسافر ما هستن. آره خیلی با صفا. اینا مسافر ما هستن. دارن میان سوارشن. تا درودی دوباره بدرود.